آقا سلام. خسته نباشید. یه موتور می‌خواستم برای خانومم برای تولدش. در خدمتم، هر کدوم خواستید انتخاب کنید. آبچی بفرمایید. آخه عباس من که موتور سواری بلد نیستم. کاری نداره که عین دوچرخه است. خب گاز میدی. آقا یه اتوماتشو بده بی زحمت. داداش بفرما مبارکت باشه. فقط خودت بشین، خانومت بلد نیستا. آقا دیگه شما با اونش کاری نداشته باشید. وای مرسی عباس، چقدرم رنگش قشنگه. خیلی دوست داشتم. خیلی قشنگ. ببین فقط یه چیزی داداش، من نصفشو الان میتونم بدم، نصفشو 2 ماه دیگه، اشکال نداره؟ نه داداش مشکلی نداره. ما تو فروشگاه حیدری اقساط بلند مدت هم داریم. مبارکت باشه. عباس من بلد نیستم اینو روشن کنم. کاری نداره، چرا مایکروفون میمونه؟ نگاه کن. خب برو به سلامت. داداش داره میخوره. داداش آره بیمه داشته داداش، فقط بیمه داره دیگه. داداش بیمه داره، زنت مرد. بیا بریم بابا، مرد زنه. کجا میری؟ من نگفتی بیمه داره. خب من بگیرم 2 ماه دیگه بیمه بگیرم، بقیه پول تو رو میدم، موتورم مال من میشه. فقط یه انتظاری ازت دارم. ببین این پنجشنبه ختم از 3 تا 5 اسرائیل قرمز هم دوست دارم. عروس رفته گل بچینه، بگین این دور بچینه.